سلام دوستان، آروین هستم از چنل آروین خانی. امروز اومدم پارت پنجم جیتی سن اندریاس رو برم. پس حتما لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، زنگولش هم بزنید تا هر موقع من ویدیو گذاشتم سریع با خبر بشید. بریم سراغ ویدیو، لیتس گو. خب بچه من پارت چهارم این جیتی سن اندریاس رو رفتم. وقتی اون پارت چهارم تمام کردم، یعنی مرحله‌اش رو تمام کردم، رسیدم به اینجا. ببخشید یکم اینو بعده یه واقعا متاسفم. و بچه نمیدونم جیتی سن اندریاس بدا خوبه، ولی مرحله‌اش سخته. این مرحله رو من دهنم سرویس شد تا برم مرحله همون پارت چهارم. و حالا یه مرحله دیگه اینجا بود کنار همبرگر فروشی و اینجا بریم تو نقطه قرمز. وقتی شما رفتیم داخل، بعد شما اینجا ظاهر میشید و این ماشین باید گیرتون بیاد دیگه. نمیدونم یه ماشین اینجا هست درشو اصلا نمیشکنه شیشش. حالا ما به این چیزا کاری نداریم. این رو صفحه شما منظورش این بود که مثلا میتونیم این دوتا رو این مثلا یه دقیقه فوکوس کنه، اینو مثلا نگه داری این ورتی میزن، این نگه داری این ورتی میزن. اینطوری منظورش بود. خب ما برسیم به اونجایی که بچه مثل این که این مرحله دم ساحله و من توی عمرم نکن بچه ها دارم میگم توی عمرم و شهر بازیم داره واقعا غافل کننده است. ولی من اصلا نمیدونستم اینطوری. اصلا جیتی سن اندریاس هم باحاله هم مرحله های سخت لامصب. اینجا پیاده شیم و اینجا پارتی بازی میکنم. ما این پارتیشون رو باید خراب کنیم. میرینیم تو پارتیشون. و بله من رفتم فکرم باید بکشی یه نفر رو و کشتم مردم. افتادم اینجا باید دوره مرحله رو بریم. خب بچه‌ها ببخشید پارت 5 جیتی بیا نمیتونم بگیره. پدست سلواتی منو میزنی الان دهن سرویس نمساب کن. بیا اینجا وجود داری، بیا همه تو رو برد بارن اینجا. بمیر دیگه داشت. از جلوی پلیس هم خواهم این کار کنم. حالا اشکال نداره. میریم جی تی ای وی رو پس بازی میکنیم. خب بچه ها ما اومدیم و جیتی سن اندریاس نشد تو پارت 5 بریم، چون مرحله میگفت باید مرحله که میخوای بری 6 الی 12 تا ساعت 10 باشد. میریم جی تی ای وی. چه کاریه جی تی ای وی. خب بچه ها جی تی ای وی شروع شد. بریم بازی. ببخشید مایکل چیه اسمشی بود نقطه. این تبدیل میشیم به شخصیت ها. کدوم برم؟ فرانکلین. من میگم بهتره بریم. بچه امروز قراره چند تا فکت بریم در مورد جی تی ای وی. مثلا دوزی از بانک اصلا نمیشه. من رفتم الان بریم فعلا اسلحه بخریم، بعد بریم توی بانک بهتون نشون بدم اصلا نمیشه. باور نکنید این گولا رو نخورید. خب بچه ما از اسلحه فروشی اومدیم و فول امکانات. الان شاید بهترین موقع است که بریم. اگه میخواستید ببینید کجاست که من زوم کنم، باید شما بیاید درست اینجا آره همینجاست. اینجا رو بذارید و برید دزدی کنید که البته پول نداره توش. بعد شما رسیدیم در بانک. اول یه کلت برداریم، یه شوکر البته. اینجا ببینیم کسی هست. زندگی نمیشه و کسی نیست. اینجا هیچ خبری نیست. میتونیم رگبار بگیریم دستمون. چه این در هیچ وقت باز نمیشه. اصلا باز نمیشه. ما اینجا یکم میریم اینجا، بعد تبدیل به یکی از شخصیت ها میشیم.
یکی از شخصیت میشه و دوباره بیام یه رفتی داخل. یعنی خیلی عجیبه برام. و این کار رو روی ماشینتون کنید، ماشینتون مثلا خراب باشه و درست میشه. خیلی برگریزونه. بله دیگه ما که جون بیا دیگه کار داریم. همه تو خونه‌اش فکر کنم. آره از اونجا جون نخورده با این شیشه احمقانش نابون قیافه رو. خب دوباره تبدیل به فرانکلین میشیم. ولی بچه ها ما میایم داخل بانک کنیم در باز باشه. آره اینجا صحنه اساسی که دوربینا رو به چاق بدیم تا خودمون به چاق بریم. دسته خاموش شد چون از بچه ها این فشار داره. دسته خاموش بشی دست کنیم. این دست کنید همه دسته روشن کنیم. آره ما اینجا با شاتگان نمیزنیم، با وینچست چی اسمش کلاش. نه این مرحله رو نمیخوام برم. یه دوربین دیگه هم اینجا خاموشی کنیم. و اینا به هیچ موقع اصلا بازی میشین. اصلا اونا یه ماد میریزن، مثلا این الیکشات و بقیه یوتیوبر ماد میریزن و این اصلا باز نمیشه. باز میشه من چند بار این کار کردم. بیا با یه تیر باز میشه. چون من اینجا باختم این مرحله که باید اون ماشین صورتی رو بگی الان ردش میکنم سریع. الان رد میشه و ما میتونیم به کارمون ادامه بدیم. و اینجا میگی خیلی ذوق داریم و خیلی ذوقی من هم داشتم و ضایع میشه. مثلا باز نمیشه. یه پسرم گفت اینا تی بزنی مثلا پول میریزی بیرون و کاملا در اشتباهید. پس هیچ وقت این کارو نکنید چون مطمئنا پلیس میاد دنبالتون. خب بچه‌هایی که داشتن تا اینجای ویدیو رو میدیدن حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و حتما زنگولش هم بزنید. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار.